به من بگو چرا حجاب میکنی و در چهرت آرایش میکنی و به بازار میروی؟ برای کی آرایش میکنی؟ چرا؟ برای کی؟ چرا حجاب میکنی ولی بدنت نمایان است؟ آیا حجاب تنها گردن را پوشانیدن است؟ آیا بدن حجاب ندارد؟ ای خواهری عزیزم، چرا حجاب به سر میکنی ولی وقت از نزد مردم میگذری بوی عطرت ساعتها در کوچه باقی میماند؟ آیا میدانی که زنی که عطر میزند و از نزد مردم میگذرد در حالی که بوی عطرت به مشام مردانی بیگانه بزند گناه شخص زیناکار در نامه اعمالت نویسنده می شود؟ آیا این را میدانی؟ اگر میگویی بله میدانم، پس چرا این کار را میکنی خواهری عزیزم؟